محمود جان عزیز بسیار زیاد عالی خب بازی کردی، بسیار زیاد خوب بازی کردی دیگه. ما واقعا از بازیت از بازیت خوشم آمد بسیار زیاد. در کلوز رنج، در لانگ رنج، در میدیم رنج استراتژی های بسیار زیاد مقبول. یک آدم مثل که گپ هم گوش میکنی، کال اوت هم میتی، کال اوت هم میکنی. یک مرتبه ریوایو نکردی، ریکال نکردی، خیر وره باز یاد میگیری آهسته آهسته. سلام علیکم حاج ادریس. دهنت سرویس، دهنت سرویس. تا حالا برو دیگه یک جای قرار کرده بشه که امتحان اسنایپ هسته. The blue team has scored for یک the دونه first time. نه ده اسنایپر قدر صحیح بازی نمیکنه. ما کردیم بچه وی اسنایپرش ناورده بودم روی خود. ما دستی Okay. خورده. First point اخ for the بسیار red زیاد team. مقبول. جی جیز جی جیز. می بخود اسنایپ هم تکل است. اخ هیت شات. جی جیز. نو وی نو وی کمپادره. بسیار مقبول. ای گرگی خدا، ای گرگی خدا. 3-0 بچهش به فکر کارم که می آدم داخل کلند لیدر جور کنیم و شما لیف کنیم بریم. ای خدا هیچ من ندیدمش که از کجا زد. قدر مقبول کویک کرد. 1989 اگه سال تولد ازی باشه به این مانا که دوست و مکسترک. اونو چرا میدونی؟ اونو چرا چگونه کرد؟ نود و شش $. به خدا چرا دو دانه اسنایپر داری؟ غم دارن یا دو دانه ندارم، یک تا بود. ای خدا ای خدا. Why would you do that? GG's
GG's. بومر دیگه کشتی مرا رفتی قاتل بی اجل. ده گرده ایم خورد مکمل. دیم بسیار زیاد عالی، بسیار زیاد مقبول. خوبش. ده کامپیوتر از بینیمی خاطر پنج دقیقه دیگه مونده. Half of the match is over, and the red team is in the lead. دیم نه باید کمک پیک میکردم. نامردی بود که کم میکردم دیگه. از او کره زیاد. اخ ترس کردم زیر پای خودم خورد. نباید ای گرگی چرا قدر زیاد مبرایم بابا جان. صدا پای طالب بود.
what the crack گرگیر سکت چی بود اگه invincible بود نفرش اخ دمو گرده باور که ده گرده چپی زدم به راستی براتم من نمیفهم چرا که سیاه کنی بومر گرگی 18 دنه هر چی کردم از 5 دنه کل فاصله مو نزدیک نشد پینجا ثانیه نه نه The red team leads with 30 seconds left. هلا ای خدا ای خدا ای خدا خوبش بسیار زیاده جی جیز جی جیز جی جیز خوبش 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 به افتخار شگشتک ممو جان گرگی فهمیدی بات خدا را بسیار زیاد مقبول بودی که جی جیز چی کنیم بچه ها ممونه بگیریم ده سکوات بچه ها بسیار زیاد عالی بسیار زیاد مقبول آفرین بسیار مقبول آلیز جناب وسط خدای رد مثلا دیدی اینستاگرام مسیج کردم باید قبول کنی حتما امی جان قند حتما بابا جان حتما چرا کنی بسیار زیاد مقبول مامو جان عزیز بسیار زیاد عالی بازی کردی بسیار زیاد خوب بازی کردی دیگه ما وقت از بازی از بازیت خوشم آمد بسیار زیاد در کلوز رنج در لانگ رنج در میدیم رنج استراتژی های بسیار زیاد مقبول یک آدم مثل که گپم گوش میکنی کال اوت هم میتی کال اوت هم میکنی یک مرتبه ریوایو نکردی ریکال نکردی خیر وره باز یاد میگیری آهسته آهسته ولی سر تمام گپا ما راست پرسان کنی سر تمام چیزا من انتخاب به دست مردم میمونم به این خاطر داخل چت یک دانه پول میمونم استارت پول سعی کنم که محمود داخل اسکواد بیای یا نه بیای اگه بچه‌ها گفتن نه با سر تمام خوبیایی که داریم اون نمیتونم میخوای اگه این فورم بزنی خودش محمود نه دیگه بچش بس بود است شما گفتین و تو گفتین نه نمیاره که کش میکنیم گفتین قبول است که باز ما درباره یک فکر کنیم رای گیری داریم داخل چت بچه داخل لایف لیتس دو دس 300 نفر رای دادن 74% گفتن که یس باید قبولش کنیم و 27% گفتن که نه البته با ما یک آف کورس میکروفون نداشته باشه که ولو که کل مسابقه رو 100 دانه کیلو میگیره بازم ما کیکش میکنیم گرگی آدم گنگک د اسکواد قدر داریم که یک مامور دیگر هم سرش بیاریم هم تیمی های لال بسیار داریم نه میکروفونش جور از خصوصا در کامپیوتر که بازی میکنه باز کیفیت صداش به مراتب بهتر میشه وقتی که گوشی کی بزنه اوکی 400 نفر رای دادن در 400 نفر 75% گفتن که یس محمود جان عزیز بسیار زیاد مقبول بازی کردی ما خودت ادفرن میکنم فیلم ریکوست برات روان کردم ان شاء الله میکروفونت که جور شد بخیر که کی دیگه باز زیادتر صحبت میکنیم حتما چرا که نه بیا از طرف ما قبول هستی که از این بازی مقبول که کردی یک هشتگ افتخارش داخل چت یک هشتگ محمود گرگی داخل چت بیاین بچا یک هشتگ محمود گرگی آفرین بسیار زیاد مقبول بازی کردی خدای رد خوبش
خود طالب جان بفرما بزن. هیچ دیگه خلاص شد. آه دیگه خیلی ما تبریک باشه آقا محمود. آقا محمود گرگی اینی موتم به خوشحاله اینی دیگه. خوبش بسیار زیاد عالی. قربونت محمود جان، مرسی. اینی استرات قلبم از طرف ما تقدیم خودت. پس ما بریم که اکنوری منتظر است. طالب جان بچه های داخل چت آماده کردیم. کجا بریم؟ محمود جان امروز خدافزی کنیم. بخیر فردا شب میکروفون خودم که روشن کرد باز زیادتر امروز آشنا بشیم گپم بزنه. صحیح است؟ صحیح است. آقا محمود میری داداش؟ بذار که ببینی آقا محمود می نویسه آخ اگه دیر چیزی میخواد بجنبی بنویسه. میان منو میبرن. بدو تیره. محمود جای دیگه میره اگه زندانش کنی آروم میگیره. آقا محمود چیزی می نویسی یا آقا محمود یه چت چیزی برامون بنویس که اینجا ببینیم دلمون شاد بشه. یه خورده دهن ما رو که سرویس کردی با این میکروفون لالت. کم دوستای لال و گرج فرنگی داشتیم که خودت به سرشون اضافه شدی. میکروفون خدا باز کرد. تایمش پوره شد. الو بله سلام علیکم حاج ادریس. دهنت سرویس ارسلان گرگی دهنت قرآن یارا. خیلی بیشوری فهمیدی. خیلی ما چقدر خوشحال که فهمیدی هم تیمی پیدا کردی اونن دنسریس یارا. یارا خیلی سخت بود حرف نزدن. بسیار پروسه سختی رو با داشتی. بابا خوبی من عذرخواهی میکنم.